سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. چند تا نکته مهم. دوستان وقتی میرین دندون پزشکی، فرمی که بهتون میدن که کاملش کنین، حتما اون فرم رو دقیق کامل پرش بکنین، به خاطر اینکه خیلی نکات مهمی برای پیگیری‌های درمانی داره. اولا اگر سابقه آلرژی به دارو یا مواد غذایی خاص دارین، حتی مواد خوراکی، اونها رو حتما یادداشت بکنین. مطلب بعدی این هست اگر بیماری خاصی دارین و تحت درمان با داروی خاصی، خصوصا داروی مثل آسپرین و وارفارین هستین، حتما اون رو یادداشت بکنین. اگر مشکلات قلبی دارین اون رو تاکید بکنین. و مطلب‌های بعدی اگر سابقه بیماری‌های خاصی هم توی خانواده دارین، اون رو هم قطعاً به پزشکتون تاکید بکنین. مطالب بعدی مهم، موادی که بودار هست و داخل دهانتون می‌ذارین و حین درمان تغییراتی رو توی دهانتون ایجاد می‌کنه رو استفاده نکنید، مثل سیر و پیاز. قبل از رفتن به مطب دندون پزشکی استفاده نکنیم. مطلب بعدی، رژ نزنین دوستان، اینا موادی داخلشون داره، بعد از اینکه پزشک داره کار میکنه اون مواد توی دهان شما برمیگرده، گزاق دهان رو آلوده میکنه و وارد جریان خونتون میشه. به همه این نکات توجه بکنید تا روند درمانی بسیار خوبی داشته باشین. دوستتون دارم، به زودی میبینمتون.